سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران محترم، به کسانی که عطرها را دوست می‌دارند، انشاءالله تعالی امروز به شما بهترین عطرها را نشان میدیم. عطرهای شرکت اجمل، عطرهای شرکت عبدالصمد القریشی که بوش مثال بسیار میسته. در اینجا عطرهای گرامی داریم، عطرهای گرامکی هست و بعدا عطرهایی که تیار هستند مثل اجمل بسیار نمود داره. عبدالصمد القریشی هم بسیار نمود داره. از 3 گرم سر می شود. 3 گرم، 1 گرمش 600 روبل حساب می شود. 1 گرم میتونید که 3 گرم، 6 گرم، 12 گرم، یا اینکه میتونید که اپتم یعنی جمله بخرین، مثل که در الان میبینید انشاءالله. و همچنان از این شرکت ها پرفیوم هم داره، یعنی برای لباس. و این چوب های عود که از این عطرهای بهترین میشوه، این هم گرم قطع فروخته میشوه و باز کمپلکت هسته، یعنی هم روغنی، هم پرفیوم و هم مثل کریم. коробка دارن عطرها با هسته که برای تحفه در پاکت های مخصوص انشاءالله و کسی لازم باشد نویسین انشاءالله.